کنه یا پیش خالق باشه. هی سلمان فارسی دائما در حالت جنگ و سوالات پرسان میکنه. وقتی که کم جوان میشن بعدش به امور زمینداری میزنه که بچه مزیبا میکنن سرزمین ها و این زمین هاست کی است تو صاحب شده خلاصه تو امور زیر پیش میکنه. سلمان فارسی چیکار نه؟ چون اهل فکر است ساتیسفای نمیشن. فکرش ساتیسفای نمیشن. ما باید حقیقت را پیدا کنیم. نمیشه که ما برای زمین ها زندگی خود ضایع کنیم از حقیقت دور بشیم. سلمان فارسی رئی میشن در شام. ایران و شام. ایران از عراق و شام. اون که دو سفرهای از زمان برای جنرال و کل سفرها. خیلی رئی میشن طرف شام. درباره عیسایت میشن و از عیسایت متاثر میشن. از عیسایت متاثر میشن. شام که زمانی دوستانمونه که اینجی بهترین پادری و بهترین خلاصه رهبر عیسایت کی است؟ مورا پیش پادری بوده. ما میخوایم شاگردی است کنیم. ما میخوایم در حق برسیم و حق را پیدا کنیم. میخوایم حق را پیدا کنیم. این پادری خلاصه این باز چیزا را یاد باز حقایق را یاد از کسی پادری چیکار میشن؟ فوت میکنن. قبل از فوت از پادری یش پرسان تو از دنیا رایی است. ما چیکار کنیم پیش از کی برو تو ابتدای جوانی است سلمان فارسی. اون که فلان جای بود پیش فلان پادری این مورد پیش از او پادری از پیش از او پادری در پیش دیگه پادری خلاصه شش هفت دادن کلان و بزرگای عیسایت را پیش مورد درس حاصل پیش آخر پادری مورد یک شهر دیگه شهر از دیگه شهر میرن که مختلف شهرهای سفر کنن که حق را پیدا کنن. پیش آخر پادری که مثلا وقتی مرگ از نزدیک باشن مگه خب ما بسیار سفرهای سخت را پیر کردم تا پیش از تو رسیدم. تو بعد از تو طرف اسکی من راهنمایی کنی. من بعد از تو بهش بودم پادری بودم. این پادری میگه بعد از من دیگه لازم نیست که تو پیش تو پادری کنی. آثار و شرایط و روایت های از مدرون که پیغمبر آخر الزمان انده. پیغمبر آخر الزمان ظهور شده. برو دکتر برو برو طرف سرزمین های مکه هجرت کن. اونجا پیغمبر آخر الزمان رو پیدا کن و شاگرد یزور کن. انسان وقتی اهل فکر باشه خداوند میگه اینی هم در راهنمایی میکنه. بعضی وقت دیدیم خدا گیرم خدایا چرا تو دیس ما نمیگیری؟ چرا تو خلاصه من راهنمایی نمیکنی؟ چرا تو راه نشان نمیدی؟ خداوند میگه تو خودت نمیخوای راه را پیدا کنی. تو بخوای ما اگر تو راه نشان ندی ما جایی ما خدا تو خودت نمیخوای. تو خودت دیس خوری دیس دادشی. تو خودت عقل خور استعمال نمونی. تو خودت فکر خور استعمال نمونی. تو خودت سوچ خور استعمال نمونی. من شکر تو راه نشان. خدا من تو راه نشان دادم. اینا هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفور. خب ما سلمان فارسی خادم مسجد بوده. خادم المسجد عربو مسجد و خادم کلیسا بوده. خادم چرچا بوده. خادم مسجد شما تو خیلی چطور چیزی؟ عملا خادم مسجد بیشتر عالم مسجد دماشته اسمو هو قدم مسجد مستقیش پرسانی نمیشه. او هدیه که عالم مسجد دادمشنا اقوال امام در شوخی میگم اگر نسوالی هستی پیچی باشه و هدیه که مسجد عامله مشنا پیسه نسوار شده قرآن خرج نسوار شده قرآن چی داره که خادم مسجد کوئی بیچاره نداشته. ایدرالی کمزوری معاشره از ما است. ما اونایی که برای دین خدمت کنن معمولا اونا رو از نظر کم تو از نگاه تا اما از وقت می‌بینی چی مسجد باشه چی هر مسجد باز دیگه از دیگه مسجداشون نه تقریبا دام شد یا گرند است. امی مسجدای کوشمای محرم که شما تو که برای گاو گوسفند و چاول و روغن دام زیاد پسند میشه. لیکن کسایی که ذکر عبدالله علیه السلام که رونق تمام مسجد است ذکر عبدالله علیه السلام اونا را معمولا اجسادش میشه. همین او خانه شروع کرد. همین خاطر که مردم ما یا پیسه میده هدیه میده خلاصه نظر جمع مشنا دیگه مشنا درست این ذاکره این نوخانه است ذاکره این بیت است قاریه قرآن است اینا نام نمیخواهید اینا شما یک امام است طرف از تو هدیه بدید تا چی باشه تشویق شما متاسفانه اینا یعنی کارش ذمہ داریش
ولی گوشت خطرونی ولی گو گوسفندان میری گوار میری خلاصه چاولار خطرونی روغنا چوبار منا ایسا بیداکار اکا ولی نظر خاص شد یک تیم کوری مومن رسیدن یک لوکاس که ما ذکر اهل بیت رسیدن میلا و من تاریخ ذکر اهل بیت رسیدن اشتا اونها رو دقیقش کی اونها دخم شیش این نوخان کاش نوخانی بای نوابی درست یک اساس زندگی خود وقت کرده ولی نوخانی همه خانه ذکر اهل بیت را انجام میده شما یک کاری کنی نوخانه تشویق شنا و باید زیاد جذب و خلوص وای کار کنی ذاکره اهل بیت رو معنی روش زندگی اهل بیت شما بخین فرزدق را نام شنیدین دیوال را نام شنیدین یک گروه شاعرای دیگر نام شما شنیدین که شاعری مکده برای اهل بیت مثلا فضایل امام حسین را میخوانده مصائب اهل بیت را میخوانده اهل بیت اونها را خاص اهتمام میکرده خاص بجفت داشته برای ذاکره اهل بیت تو این مسجد و چقدر از سیره اهل بیت دور شده که کمترین خلاصه و کم توجه ترین شعبه کدام است ذکر اهل بیت اصلا کم خلاصه توجه طرف از میشه اشروی مورم حالا چاول باید حالا چوک باید بیت خط چوک باید دو نقطه چوک باید ایش حساب کتابش نمیشن کردن آجاهایی که پیش آن مسجد است امی یک کاری کنی که دیش پیش بیاد دراز نباشه و دو چیز نماز بده کارش نماز بده دیگه باید نماز بیدم تو خاطر فمون روز معاشره کسی نیرنگا بدبختیات نصیب باشد که جوانهای خود حاضر نیست برای قوم درس بخوان چرا ایش حشر علما رو نمیگن که مردم علما چی حشر میکنن بیان ما زندگی خورده کم از کم از این بدبختشون یک دکتر تیارشون یک انجینیر تیارشون که این مردمان که علما را ذلیل مونه هدیه پیسه نسوار رو علما میده مورد سلوک چطوریز نه که آفرین تو اصلا تو سر کلام انجینیر تیارشون تو سر کلام افسر تیارشون تو خشمو همین مردم از بسیاریش که علما چیز رو میگن میشه که دیایجی چیز رو میگن که دیایجی کی روی بریش مایت تو بری پایش خامه علما رو باز تقمین کرد که جای شور را نمی‌خواد خیلیتی او خیلی مخالف که يقول زي رقص سلام دوم که يقول آمدن که سلام دوم این منتالیتی که از چیکارونه این منتالیتی است ولی معاشرت اصلا انداز خب سلمان فارسی پیش خادمی چهار شده پیسه نداشته ما پیش یک در کاروان ظالم نموده مکر بود ما خلاصه خدمت شما رو کارای شما را رامی بزن پیش اون کارای شما پیسه ندارم ما شما زحمت کنید این کاروان رو چی موتور مای مکه موری چیکار میکنه کاروان سازشی کاروان خلاف سلمان فارسی سازش کنه یک یهودی به عنوان غلام سلمان فارسی بشار سودا تو خین مو غربی رنگم یک زیارت در بالا رایی میشی در دو دفعه بس مخرب میشه یا امام حسین علیه السلام چی رنگ زیارت ما ظاهر است تو فایده کارانش نه گیلا و شکوار شروع یا رو اینا کی زیارت مور زمینی مو زیارت نه وی باردر خالی در فلان در جمکان رای حق رو دو زحمت کی نمیشه بعد دیس بردار میشه از رای انصاف میشه یعنی مولتی رسمیش اینا بیان این مجلس تراش میشون میگه دکا بخلینا ولی زمار مجلس نموری میشه خانه گوش در رای حق گریزه تو کاری کیشنا مور از رای حق دست بردار سلمان فارسی را زمین ها را ایلا پیسه ها را ایلا و زندگی صورت ظاهری و دنیاوی را ایلا درای حق گوش درای حق سودا میشه بعضی سلمان فارسی چیکار صبر میکنه ما باید حق گوش یهودی شد سودا یهودی سودا ما یهودی از یهودیای مدینه بود مدینه خلاص اطراف مدینه فقط مختلف قبایل یهود زندگی میکردن سلمان فارسی خلاصه غلام بود یک روز رای میکرد درختار کشایی یک روز رای میکرد خلاصه درختار و کار از این خلاصه در باغ بود از این یک روز سلمان فارسی به باغ است ولی درختار در برابر نه که یک رفیق از یهودی مالیش داشت ولی چرپایی خوب چیز داد یک رفیق شما و یک پیغمبر آخر زمان در مقام قبا است سلمان فارسی کی گبر میشه و مگر خلاصه چهار طبق شد روشن میشه چوب اون از بدید درا من جای چیز رسته جا میدن چوب پیدا کنم این مالیش میگه سلمان فارسی بور مگه بچه کار زیگه بهانه میشه کرد زیگه بهانه بور درختار کچایی که بور درختار آوید سلمان فارسی مفهوم مقصود و مقصد جا رسید نزدیک مدینه رسید آخرنا پادری که سلمان فارسی راهنمایی کرده بود سلمان فارسی رسیدن نشانی پیغمبر آخر زمان خدای سلمان وقت رسیدی و آخر پیغمبر آخر زمان این سه نشانی داد اولا نشانیش است که پیغمبر صدقه نمیخورد دویمه نشانی است
اگر هدیه بدی هدیه را قبول کنی. سینه نشانش است که در قول پشت از در پشتی مهر نبوت وجود داره. مهر نبوت وجود داره. سلمان فارسی خلاصه چه برابر کنه؟ چای پیدا کنه بورا چیکار کنه؟ بورا که رسول خدا ملاقات. در مقام قبا سر پیش رسول خدا مایا و خرما مایا. یا رسول خدا میگه صدقه است او رو شما بخ. نوشون دقیق. میگه رسول خدا خرما ها میگه منی اصحاب تقسیمونه منی دوستاش تقسیمونه خود چی خرما رو من. اینو فهمم اولین نشانی رسول خدا چی شد؟ فهمیده شد که اولین نشانی. خب دو نشانی دیگه چند روز بعد باز مایا. خرما مای رسول خدا میگه یا رسول خدا این هدیه ناقابل و ناچیز سر بنده قبول میگه باز نور میگه رسول خدا هم خود چی باید خرما رو میخوره و هم اطرافیان خرما رو تقسیم نمیفهمه که رسول خدا که او گفته هدیه قبول نه رسول خدا هدیه رو قبول. خب سینه نشانی روز رسول خدا در اشای برابر نه مثلا در تاج است که گور اگر رسول خدا کالای خروج کنه که پشت رسول خدا رو مهر کنه ببین مگر رسول خدا شما صحت پرستی سران خبر باشه خود چی پشت رو مهر نبوت رو نشان سلمان مهر نبوت تو خود سلمان یقین مشکی این پیغمبر آخر زمان است. حق پرستی سلمان رو خیلی کرنا رسول خدا سلمان رو مگر مالی خود بگید چند طور آزاد مالی خود چند طور آزاد مالیشی مایش مالی خود ما میخوایم اگر اونها آزاد کنی چی میخواید باید لیز مالیشی میگه یک باقی باشه که منیشی 300 دانه درخت خرما باشه. تو خیلی فکر انسان را و حق پرستی انسان را به کجا میرسونه. ایمان یا رسول خدا مالک ما اولین دیوان چیز یک باقی است که 300 دانه درخت خرما داشته باشه و این قدر مقدار سونه است. رسول خدا اصحاب آماده بودن اصحاب تیار مو وقت برای خالد مو که نصرت الهی را بعض وقت مایوس میشن مو صحیح را انتخاب نصرت الهی و مدد الهی میره به فراهم میشن اگر انسان عقل کو کار میکنه و فکر کو کار میکنه. رسول خدا اصحاب رو یک مکان رو میگه این اصحاب را برای درخت آماده کن شما زمین را سوراخ کن و ما این چوبای خرما را از دست میگیرم من زمین کیچم 300 دانه درخت خرما رسول خدا از دست میگیره آماده بودن با بسیار مختصر مدت آماده میشن و رسول خدا سلمان را به گور یهودی رو میگه این باغ است و پیش رسول خدا یک روز قدر یک تخم مرغ او کس سونه میگه رسول خدا سونه رو میگه سلمان فارسی ای سلمان فارسی ولی سونه رو میگه یهودی را که تو مکمل آزاد شد. این یهودی رو وقتی پیش سونه رو میگه اما مقداری که یهودی سونه دیماند کرده بود که سونه اگزیکت اما مقدار بود خدا چند مسکال بود و چند گرام بود این سونه و سلمان فارسی آزادی است که کی آزاد کرده سلمان فارسی را آزادی رسول خدا شد. فکر کرده و سوچ کرده انسان را در کدام مقام میرسد. خب پس اگر مو بدبختی در ایمانی زندگی خب مو بدبختی در ایمانی معاشره خب پس بدبختی از جانب پروردگار عالم نیست بدبختی از جانب است کیا مو خدا مو کوتاهی تو خدا چی میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم متقو اخر تقدیر معاشره بدینه یعنی تقو اخر نعمت های تقدیر معاشره نمیده نعمت امنیت را نعمت علم را نعمت آسایش را نعمت سکون را تقو اخر از گیر مربوط جمع نمونی تا خدا چینا زمینه جمع دو از این نعمت ها را است فراهم